سلام دوستان، خسته نباشید. همینطور که مشاهده میکنید ما داخل ساب استیشن یا اتاق تابلو یک مجتمع هستیم. اینجا مجتمع پتروشیمی هست. همینطور که میبینید تمام اینها تابلو برق هایی هستند که در اینجا موجود هست. حالا ما میریم که یکی از این تابلو برق ها رو بررسی کنیم و در خدمت شما باشیم. همینطور که میبینید این تابلو برق که مشاهده میکنید روش کلی کلید و سلکتور و لیکیج و اینا داره. تابلو 400 ولت هست، همینطور که از روش مشاهده میشه و میبینید که این ارت لیکیج هایی که اینجا موجود هست برای هر کلید یکی وصل شده که اگر خطای ارتی رخ بده یا ارت به نول وصل بشه اون عمل میکنه اینها و مدار فرمان ما رو قطع میکنه. یک نکته دیگه که در اینجا مشاهده میکنید این کلید هایی هست که مشاهده میکنید روی هر کلید تگ موتور ما نوشته شده و اسمش نوشته شده که ما میتونیم به وسیله اینها موتورمون رو شناسایی کنیم و ببینیم که کدوم موتورمون میتونه قطع وصل بشه. نکته اصلی که اینجا هست اخذ پرمیت هست که هر کلیدی که ما رکورد میکنیم باید حتما پرمیتش رو داشته باشیم که بعدا مشکل برامون پیش نیاد. موقع رکیم و رکورد کردن کلیدهامون حتما پرمیت لازمه که اخذ بشه و بر روی کلید مورد نظر وصل میشه که اینجا معلوم میشه که کدوم اینجا این کلید ما پرمیت داره که رکورد شده. همینطور که میبینید این سلکتور ما به حالت وسط در اومده، شاسی امرجنسی ما زده شده و کلید فالت و چراغ سبز ما که نشان از خاموش بودن موتور ما داره روشن میشه. همینطور که میبینید هر کدوم از کلیدها آف هستش حتما باید چراغ سبز و چراغ زرد که فالت ما هست روشن باشه و موتوری که روشن هست چراغ قرمزش روشنه که اینجا معلومه این استاپ نوشته شده، یعنی اگه این کلید رو بزنیم موتور ما استاپ میشه. میبینید که موتورهای دیگه ای هم تابلوهای دیگه ای هم اینجا هست که این تابلو ما آمپرمتر نداره ولی در این تابلو آمپرمتر هم موجوده. هر کدوم از تابلوها که قرار باشه آمپرمتر داشته باشه مشخص. تابلو رو باز میکنیم، میبینید که اینجا کلیدهای حرارتی ما هست که هر کدوم از کلیدهایی که روی در قرار داشت یک کلید حرارتی داره و زیرش کنتاکتور اون قرار داشته شده. این دیگه اینجا از کلید کمپکت استفاده نشده، همین کلید حرارتی رو گذاشته، کنتاکتور قرار داره و زیر اون این قسمت سیتی های ما هستش که با توجه به مدارمون قرار داره و ترمینال خروجی ما. این ترمینال ها استیم هایی که مشاهده میکنید کاپ هاشون تک فلزی زده شده و به محل قرارگیری موتور منتقل شده و از اونجا به وسیله LCS میتونیم که آمپرمتراش رو اندازه گیری کنیم. دیگه نیاز نیست که اینجا باشه. این قسمت پایین هم سیتی پاسبار ما هست که کاپ از اون رد شده و به اینجا منتقل شده. میبینید که هر کدوم از کلیدها در تنظیم شده که چه اندازه مصرف داره، جریان نامیشون نوشته شده، تگ موتور نوشته شده که بعدا برای ما مشکل پیش نیاد. در این قسمت هم پشت همون کلید هایی هست که روی در قرار داده شده. مشخص است که اینجا البته اینا برای مدار فرمان تابلو جداگانه داره که این قسمت بالا هست. رله های ما هست و مدار فرمان ما که این رله ها اگه مشکلی پیش بیاد میتونه عمل میکنه و مدار فرمان ما رو قطع میکنه. ببینید هر کدوم از رله ها روش تگش نوشته شده و مشخصه که اینجا نوشته M5X02 که برای این هست، 5Q01 ما اینجا اومده در سیتیش منتقل شده. البته در پشت این تابلو هم
مدار فرمان از پشت تغذیه می شده که اینجا میان پشت تابلو و میبینید که این مدار فرمان همون ببینید M5X01 که این سیم هایی که از اینجا رد شده این کابل ما به LCS ما و اتاق کنترل ما منتقل شده که از اونجا میتونم به صورت هوشمند موتورهای ما رو آن و آف کنه. این فیوز هایی هم که شده این فیوز فشنگی است که برای تغذیه مدار فرمان استفاده میشه. شینه 0 مشاهده میکنید و شینه فازهای ما که بالا هستش قرمز و زرد و آبی که اینجا مشخصه. میبینید که این تابلو داره فن هست و اینم هیتر ما هست که اینجا قرار داره. حتما به وسیله این ترموستات های حرارتی و خنک که اینجا هست آبی برای فن هست و قرمز برای این هیتر ما هست که در مواقع مورد نیاز دمردار میاد و باعث میشه که تابلو ما براش مشکل پیش نیاد و اثرش یخزدگی و شبنم در روش ایجاد نشه. میبینید که این سیتی های ما هم هست که اینجا سیتی 40:1 هست برای اینها. ولت آمپر 15. این سیتی هم که مشاهده میکنید 50:1 هست. با توجه به مصرف موتوری ما میتونیم این سیتی ها رو باید حتما انتخاب کنیم و درست نصب کنیم. این حرارت که میبینید برای کنترل مدار قدرت ما استفاده میشه و این شینه ارت ما هست که اینجا قرار داره. خب دوستان، یک آموزش کلی از تابلو برق بود که اگه تابلو رو باز کردین اطلاعات کلی در این باره داشته باشین. بازم اگه سوالی داشتین در خدمت شما هستیم.